که زد مسکین لبش پاره کرده و دست خود یا در دندان از روی تو مثلا چیزای داغماغ نخوره، زیاد خونم رفت، چیزای چیز نخوره، میوه و یگان جوس موس بگیرین گرم کنین و شش بتین کم کم. دندانت کلش درد پیچکاری کرختی کرده خیده تا حالت میمونیم آرام باشه. و یک اتفاق ناگوار دیگر که افتادی که سخی جان شما میفهمین که متاسفانه دست وار داره دیگه قادر جان بالایش وار کرد و اون لبش پنداند و پاره کرد، حتی کوک خورد. دو کوک خورد دیگه فعلا دو خانه استراحت است. حالا نیاز شد باز بخیر میریم و با شما وضعیت چه نشان میده. نه دست خود اوگار کرده. فری جان اگر چی شود زوم کنی که زد مسکین لبش پاره کرده و دست خود یا در دندان از روی تو شده. خوب شده که دندانش نشکستانده. قادر جان در این وضعیت رسونده دوستا. لالا قادر؟ متاسفانه قادر جان چطور از لبت بچش؟ نه یا ما هستم پیشش، خیره ما هستم. نه برو خیر امور ببر از همش سر تو اعصابش تاثیر کرده. بریم سخی جان باش که مایی که بتی میاره من تو بریم چکر. من بی مایی که بگی خوب شد که دندانت نشکست. لالا اجمع من مایی که بگی بریم بخیر بیا. یعنی قادر جان متاسفانه زده اونه لبشان پاره کرده اونه. چند کوک خورد؟ دو کوک خورده. کتو؟ ماسه چند کوک خورد؟ سه کوک خورد. چیزی چای سوم مشکل دکتر صاحبم گفت که ضعیف است، خیلی سرش حتی در اونجا چپان میشد، مگر خدای ناخواسته گفتم از دست جان. نه در چیز نمیشه. من تو یک ذره همین دواره داد. همین پیچکاری کرد این اینجا بیش شد که نمود تو سر چلکی ما هم ضعیف است. نه تیزه که از می نتروسی گرفتیم ده ورداختم یک شو بازور دانش آواز کردیم مثلا چیزای داغماغ نخوره، زیاد خونم رفت، چیزای چیز نخوره، میوه و یگان جوس موس بگیرین گرم کنین و شش بتین کم کم. قادر جان حالا بهتر هستی؟ یکم خوب شدی؟ تشویش نکن خوب میشی خواه قدر چیز جدی نیست. چیزی دیگه کدام چیزی نیست کدام تشویش کنم. حالا جنگ نکردید عمرت بیرون انسان است. آدم یگان نخ چسب با چسب میکنه، یکی یک بکس میزنه، یک بکس میخوره دیگه در یک قوگار شدن بیخی چهره تغییر کرده بچه. توی دست نتی خوب میشی بخیر خواه؟ لقمه دندانش خیلی جور میشه قادر جان. خوب شد که نشکست دندانت. میبینی که اما بکسش اینجاش که خوردم این اما دست خودش اینجاش پاره شده. میال وجود اینجا که دید او چی شد دو خانه که بردمش اینا مت یک رقم غرابه 100 تا ماج دادمش که پس خنده کرد و مسالمه که میره بشنده پولی تا که سیستم دیزیم. خب قادر میمونیم که استراحت کنه. تو لالا استراحت که خواه خوب بشی تشویش نکو خواه خیر از دیگه کم دلم اوگار شده. چی نیست لالا جور میشه اوگاری به رقمی نشدی که قابل تشویش باشه. خوب شده که اونم و شما دائم احتیاط خوبه در بینید نخورد، بینید نشکست، در چشم نخورد، در بینید نخورد. اینی پارگیره میبینی آجی صاحب؟ اینی پارگیره اینی پارگیرم در دفتر شیرپور بودیم که مش دریه زده بود. 2 سال زیادتر میشه که مش زده بود دادش میشه پاره کرده بود. که نمیفهم شیرک شده سری بچه که سری و مادرشو جواد شیرک هست. الان انرژی برش داد. نه انرژی را دادش یا آمد در اوجا ششت که یا آمد همین که همین از پولی خاله که دورش کرد نه اوزونمو و اونجا فکر چه؟ ما فکر ما از اوشم دایش هست سیستم های از او را خب میفهمی خوب است که اونجا فکر شد که اگر نمادر میزد خدای نزد. خوب مادرت نزد بچه مادرت اوگار میکرد والا او بیخی وزش خراب میشد. خوب شد که حالا الله شاید درد میکنه ها؟ دندانت درد میکنه؟ دندانت کلش درد میکنه. پیچکاری کرختی کرده خیده تا حالت میمونیم آرام باشه. خیر تشویش نکن خوب میشه قادر خوب خوبتر شده میرم تاثیرات کرختی اوگار شدی منطقه تو اوگار نه که تشویش کنی. بشک دلت شد باز بگو برد اون از بیشترهایی که چیز است سنج
میاریم که بهتری پایپکش بود. اینی دوا خوب است که به خاطر به خاطر یک کرختی به خاطر میکروب و درد دیگه چرکی و میکروب. اینی برای پوندیدگی است. اینی دوا اینی برای پوندیدگی است. برای پدرم هم داده به خاطر پاش برای پوندیدگی. پاش این برای پوندیدگی. دوایت خوردی؟ نه بود مثلا شکمش سیر شود. خب خیر حالا میریم نان جور میکنیم. یگان ذره سوپ برازی بگیریم. یک چیز سوپ بگیریم سوپ یخ ذره بخو. چیز نکن این چیزایش که چیز کنه کوکایشه؟ نه او قسم نمیخوری دیگه. او کوک زده که او میگرفتم تو یک جای دیگه. او خطا نمیخوره. مقصد احتیاط داخل دان ما علاقه که چیز است داخل دان تیر که بخور که باز خاطر دوایی تا بخوری. در خانم که رفتی باز برای انگا اینا نگو که سخی زده خواه؟ چیز خطا خواه بگو که اوگار شدیم بگو افتیدیم پایم بند شد بگو افتیدیم خواه؟ که باز به خاطر اونا باز اغده میگیرند مقابل و بعد میبرن. ما و شما کل ما میفهمیم که همون مسکین تکلیف داره. مریض از دیگه اونم میفهمم نمیشه کاله چرا زدی گفته بوده ملامت کنیم یا چی. اون یک دم شوق میای سرش این نمیفهمه وار میکنه یک دمی. باز بسیار دست ما کم داره. یک قسم دست ما کم که بیخی بی رقم. تشویش نکن خوب میشی خب؟ بیادرت هست. کدام بیگانه در جنگ نزدید که ما برای با او وقت خدا نشان میدادیم که ما هستیم کردیم. او بیادرت هست اون تکلیف هم داره چیزی گفته نمیتونیم ملامتش کردیم. منطقه چیزی چی کنیم دیگه مسکینه. کشتی هم قصهش نمیدونم. نه در چیزا بریم خیامت آرام باشه. باز میایم موالت میگیریم خب؟ آره استراحت کن. ناصر جان بسیار زیاد جگر خون شد. بانش خواه خیره بان یک چشم استراحت کنه. آنها پیچکاری کرختی که کده خاطر کوک زدن همون یک خواه نرسید. نان نخورن گیریم لب دلب نخوریم کوکاش وارد نشه. خب خیر هم تو بانش راحت بانش. ایره دوستان متاسفانه با این تو یک مشکل مواجه هستیم. باز خدا یار جان دوستا میگه شما از برکت سخی نان میخورین و از برکت سخی پیسه پیدا میکنین و ما این تو مشکلات هم تحمل میکنیم. دوستا امور نمیگم ما بار گفتیم کاش که 100 نفر یک جای شوه این همین تو سخی جان واری یک نفر نگاه کنن خداوند کدشان کمک خیر است. ولی از دیگه اکثرش اعصابش تا تاثیر کرده. سر اعصابش سخی بیا.